بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې زموږ هیوادوال پوهیږي، کابل ښاروالي یو لوی خدماتي اداره ده. دا اداره په هیڅ عنوان نه سیاسي کیدای شي او نه نظامي کیدای شي. او زموږ هڅه او هدف همیشه دا دی چې په کابل ښار کې موږ نوښتونه راولو، موږ تغییرات راولو، موږ داسې یو مثبت بدلون پکې راوړو چې د خلک هم خوشحاله شي. طور که شما میدانین چهارراه دنباغ، در کنار چهارراه دنباغ چندین چهارراه دیگه هم عملا فعلا کار سرش جریان داره، مثل چهارراهی که سر زیرزمینی هسته، چهارراه صدارت، چهارراه کارته مامورین و دیگر چهارراهی ها. اما نماد بسیار زیبا و اساسی که نماد کره زمین هسته روی چهارراه دنباغ ساخته شده بود. درباره بعضی تبصره ها صورت گرفت در قسمت نقشه‌ای که در اونجا جای به جای تنظیم شده بود. اول خود قدم اول این چهارراه قطعا تا رسما افتتاح نشده، هنوز هم کار سرش جریان داره و در هفته آینده ان شاء الله افتتاح میشه. مبحث بعدی که وجود داره، سرحدها و نقشه‌ای که اونجا جای به جای شده یک نقشه سمبولیک و مقیاسی هسته و بدون شک قطعا نمیتونه 100% چیزی که واقعی هست در اون جای به جای شوه و به حالت سمبولیک هسته. و در اون نقشه هدف کلی بوده که ما بدون شک کشور عزیز ما افغانستان است، نقشش را کمی زوم بسازیم و برجسته بسازیم و نه که خدای نخواسته کدام هدف سیاسی در وجود داشته باشه. و طور شما دیدین از طرف یک تعداد افرادی که تاریخ سیاسیشان دیگه بر افغانستان تمام شده و اکثریت خارج از افغانستان هستند، بعضی تبصره های صورت گرفت. ما خواستیم وضاحت را برای مردم بدیم که ښاروالي کابل یک نهاد خدماتی است و همیشه در خدمتتان بوده. این موارد قطعا نمیتونه که ما عزم و اراده ما را به خاطر زیباسازی شهر، به خاطر تطبیق پلان‌های توسعه‌ای در شهر زیر سوال ببره. و ما کار خود را میکنیم و هدف کلی هم از کره زمین و نقشه‌ای که جای به جای شده اما مسئله سمبل بودن خود همین کره زمین هسته. و باز تکرار میکنم قطعا این نقشه نمیتونه کدام مورد سیاسی یا مورد نظامی در این نهفته باشه و هدف کلی ما خدمت به همشهریان شهر کابل است.